مامان جون، یکم دراز بکش، سعی کن بخوابی. کاری از همون بر نمیاد. خودتو اذیت نکن، خواهش میکنم. چطوری نکنم پسر؟ چطور نکنم؟ میدونم دلت سوخته، باید طاقت بیاریم، حداقل برای وارال. ای کاش پسرم زنده بود، من میبردم. مادرها نباید داغ بچه‌شون رو ببینن. بس اگه حالت بد میشه سر خاک نیا، من کارا رو انجام میدم. دیگه بدتر از این چی میتونه باشه؟ اینو نگو، ممکن بود بمیری. همه چیزمو ازم گرفتن، نمیتونم راستشو به دخترم بگم. شوهرم با صمیمی‌ترین دوستمه. کاش مرده بودم. دوباره بر نگردیم سر خونه اول، راجع به اینا حرف زدیم. دقیقاً به خاطر همین چیزا باید قوی باشی، برای اینکه دوباره به دخترت برسی، بتونی انتقامتو از جانان و فرشاد بگیری، برای اینکه دوباره زندگیتو به دست بگیری مجبوری قوی باشی. میدونم عمو وداد، ولی بعضی وقتا تحمل کردن سخت میشه. پس من چی بگم؟ اگه حالت بد میشه سر خاک نیا. نه، باید بیام اونجا. باید اونجا وایسم و به استخونای بابام نگاه کنم تا دوباره یادم بیاد که برای چی برگشتم. درکم میکنی؟ آقا، یکی از خدمتکارای خونه اومده، میخواد لیلا خانومو ببینه. آیشه گله، راهنماییش کن آشپزخونه. بهت گفته بودم قرار بود وسایلمو بیاره. وسایل خواهرت لیلا، یادت باشه کوچکترین اشتباه میتونه نقشمونو خراب کنه. چشممو وداد، یه لحظه حواسم نبود. شب بخیر یوسف. شب بخیر. وقت داری؟ میخوام باهات حرف بزنم. خیر باشه. چیزی پیدا کردین؟ نمیدونم، اما یه چیزی واسم عجیبه. خیلی ممنون لیلا خانم. پینار خانومم مثل شما بود، قهوه صبحونه رو با ما تو آشپزخونه میخورد. خواهرها خلق و خوی همو میگیرن.
خیلی ممنونم آیشه گل. این وسایل خیلی برام با ارزشن. کاری نکردم. من پینار خانمو دوست داشتم. اصلا باورم نمیشه. حس میکنم هر لحظه ممکنه برگرده. اونم تو رو دوست داشت. همش از تو حرف میزد. لیلا خانم، بین خودمون باشه، من از جانان خانم خوشم نمیاد. راستش از اولش هم خوشم نمیومد، اما من به خاطر پینار خانم تحمل میکردم. ما از خیلی وقت پیش فهمیده بودیم بین جانان خانم و آقا فرشاد چیزی هست. کاش اینو زودتر گفته بودی آیشه گل. زودتر؟ ولی لیلا خانم این اولین بار من شما رو میبینم. یعنی وقتی اون روز اومدم ویلا میتونستی اینو به هم بگی. خب حالا بگذریم. دخترم، خواهرزادم الیف چطوره؟ خوبه؟ فهمید مامانش مرده چی کار کرد؟ اصلا نپرسین لیلا خانم. بچه داغون شد. اول از آب و غذا افتاد، بعدش ریخت تو خودش. یه جوری که اگه میدیدین نمیتونستین دووم بیارین. بعدش میدونین چی شد؟ چی شد؟ تو خیالش با مادرش حرف میزد. لیلا خانم معذرت میخوام، نمیخواستم ناراحتتون کنم. آیشه گل، میخوام یه چیزی رو اعتراف کنم. در واقع من الیف، واسه الیف برگشتم. پینار به هم گفته بود اگه چیزیم شد الیفو تنها نذار. چطوری آخه؟ امکان نداره آقا فرشاد اجازه بده. اگه نذاش میام اونجا زندگی میکنم، ولی خیلی به کمکت نیاز دارم. چطوری؟ هر اتفاقی که تو خونه میفته به هم خبر بده. نه لیلا خانم، منو تو دردسر نندازین. آیشه گل، به خاطر خودم نمیگم، به خاطر الیف و پینار میگم. الیف، هنوز نخوابیدی؟ میخوای برات کتاب بخونم؟ نمیخوام. باشه، پس زود باش، وقت خوابه. چراغو خاموش نکن، میترسم. اما تو دیگه دختر بزرگی شدی، میتونی تو تاریکی بخوابی. بذار روشن بمونه، مامانم میاد نمیتونم ببینمش. مامان دیگه نمیاد، منتظرش نمون. من مامانمو میخوام. از این به بعد من مامانتم. بهتره عادت کنی. عادت نمی کنم. بهت گفتم من مامانمو میخوام. چرا نمیخوام؟ بگی بخواب الیف. نمیخوام بخوابم. الیف، نمیخوام. الیف، الیف سر من جیغ نزن. بگیر بخواب. برو. الیف، نمیخوام. اینجا چه خبره؟ چرا داد میزنی جانان؟ دخترمون یکم لوس شده، سعی میکردم بخوابونمش، پس تو میخوابونیش دیگه. صبر کن الیف جانان،
شاید داداشمو تو مشتت گرفته باشی، اما کاری به الیف نداشته باش. حرفامو یادت نره وگرنه بد میشه. بفرمایین ایپک خانم، دور شماست، هر کاری میخواین بکنین. یا عزیزم یه دونم تموم شد. گریه نکن دخترم. عزیزم بیا دیگه، تموم شد. بیا بخواب. این قضیه ذهنمو درگیر کرده. تو حوادث مشابه هم از این اتفاقا میفته. همیشه به مشکل میخوریم. اول باید بفهمم رابطشون کیه. اگه واقعا فکر میکنید این قضیه ارتباطی به پینار داره، بهتر از اطرافیانش شروع کنین. خب لیلا خانم بفرمایید، اینم آخریش. ممنون خلیل. خواهش میکنم. دختر عزیزم، عزیز دلم. کجاست؟ کجا گذاشتن؟ با من ازدواج میکنی؟ آره. پاشو. ای بابا، کاش یه تختی چیزی اینجا بود، همش رو مبل میخوابیم. زده به سرت، مگه برای خوابیدن میای؟ پاشو برو 2 چای بیار. صبح تا شب اینجا میخوابیم. منم اینجا ما. چطورین؟ صبح بخیر رئیس. یکی به اسم لیلا کریم آقلو دردسر شده، باید تعقیبش کنین. هر کاری میکنه باید بهم خبر بدین. رئیس عاشق شدین؟ چرت و پرت نگو، تو اصلا بهتره هیچی نگی. آقا امروز ظهر تشییع جنازه داداش یوسفه. باید بریم. آره آقا شما تو زحمت نیفته، از طرف شما یه گل درست میکنی براشو میفرستی. بذار ببینم، اگه وقت شد بریم. باش.
انگار آوردن این وسایل کار درستی نبود. عمو وداد همه بسته ها رو گشتم ولی نبود. چی نبود؟ کادوی روز مادر الیفو. اون شب گردنم بود. گفتم شاید تو خونه افتاده، میتونم تو اینا پیداش کنم، اما نبود. ببین دخترم، اینجوری نکن، منم ناراحت میشم. دخترم تو خیالش با هم حرف میزنه، با روحم حرف میزنه. این که خوبه، باید خوشحال باشی. فراموشت نکرده. خوب بود جانان و مامان صدا میکرد. اما اون هنوز بچه است، دلتنگ مادرشه. کاش میشد بهش بگم که من اینجام، من مادرتم، بگم که اومدم ببرمت. کاش دخترم باور کنه برش دارم ببرمش. صبر کن، به زودی اینم میشه. عمو وداد مگه من چی کار کرده بودم؟ یا الیف، گناه اون چیه؟ از جون دخترم چی میخواستن؟ حالا میبینی عمو وداد، هر بلایی سرم آوردن سرشون میارم. بیشتر از من عذاب میکشن. پسرم رفت زیر خاک، رفت زیر خاک، پسرم رفت زیر خاک. تسلیت میگم. سلامت باشی. تسلیت میگم. ممنونم. من رئیس یوسفم. اگه چیزی لازم باشین لطفا من بگین. لطف دارین. ممنونم. یکم صبر کن، بذار وقتش برسه. تسلیت میگم. به خانوادت برس، به کار فکر نکن، هر وقت خواستی برگرد. باشه؟ این کثافت اینجا چی کار داره؟ یوسف پیشش کار میکنه. چرا؟ واسه پیدا کردن قاتل داداشش. خیره ایشالله. من باز میکنم. ببخشید، با عمو وداد اومدیم مراسم، اما گفتیم بهتره چنگیز خان ما رو نبینه. اما من طاقت نیاوردم، نگران شدم اومدم. چی میخوای؟ میشه یکم حرف بزنیم؟ کار خوبی نکردی اومدی اینجا. یعنی چی؟ خب داری برای چنگیز خان کار میکنی؟ وداد گفت. آره.
اومدی اینو بگی؟ نه، اومدم پیشنهاد شراکت بدم. شراکت؟ هر دو عزیزامونو از دست دادیم، اونم به خاطر یه باند. بیا با هم انتقام بگیریم. از چنگیز خان جدا شو، محافظ من باش. وداد هم همین پیشنهاد داد. اون موقع هم قبول نکردم. راه من جداست، راه شما هم جدا. اشتباه میکنی. نمیبینی تقدیر راهمونو یکی کرده؟ داداشت به خاطر دیدن اون اتفاق مرد. یوسف، خاله هاجر کارت داره. دارم میام. روز بخیر. خب افراز چی شد؟ پیدا کردی؟ چیز خاصی نبود. فقط 20 سال پیش یه لیلا کریم‌اغلو توی تصادف بوده، اما بقیهش معماست. آفرین. فقط همینقدر تونستی بفهمی؟ تبریک میگم. چیز دیگه ای نبود. من چی کار کنم؟ اگه لازم باشه میرم برلین. یعنی چی لازم باشه؟ یعنی چی آخه؟ اگه تا جهنمم بره باید پیداش کنی. الو چاقداش، شب چی کاره ای؟ شام بخوریم؟ دیوونه شدی؟ یواشتر بگو میشنوه. این مگه چیزی هم میشنوه؟ نمیبینی چه حالی داره؟ فردا قراره نبش قبل کنن، الان به هم میگی آره؟ تو کار دیگه ای نداری؟ برو. پس تو اونجا چی کاره ای؟ ای بابا خانم مقدم چاقداش، بهانه نیار، توضیح نده. این همه پول میگیری، یا زودتر درستش میکنی یا گم شو برو. فهمیدی؟ شب میای دیگه. شاید. این فیلم ها رو واسه فرشاد بازی کن، نه من. که کجا؟ جای همیشگی، ساعت 9. باشه. جانم آیشه گل. گفتی کجا؟ باشه، ازت ممنونم که خبر دادی. آقا فرشاد، روز بخیر. لیلا کریم‌اغلو هم. ظاهراً اولین دیدارمون خیلی خوب نبود، اما میایید امشب با هم شام بخوریم؟ فکر کنم با حرف زدن میشه مشکلاتو حل کرد. خونه عمو ودادو که میشناسین. 8 خوبه؟ به امید دیدار. مطمئنید؟ یوسف با اون چه کار داره؟ نمیدونیم والا. چی کار کنیم؟ بریم دنبال یوسف؟ نه، خودم حلش میکنم. شما دختران رو تعقیبش کنین. باشه، بریم.
آقا فرشاد، حالت خوبه؟ ببخشید، یه لحظه یاد گذشته افتادم. پینارم یه لباس عین همین داشت. این همونه، لباس پیناره. چطور؟ خب چرا پیش شماست؟ جانان جون خواستن وسایل خواهرم رو دور بریزن. آیشه گل دلش نیومده نگه داشته، همه رو برام آورد. جانانم خیلی ازش خاطره داره، طاقت نیاورده. منم وقتی دیدم حس بدی پیدا کردم. بگذاریم چی کار کنیم؟ بریم، خیلی گرسنمه. باشه، کجا بریم؟ چیه؟ طرف نیست؟ نه. تو جدا دلت پیشش گیر کرده؟ 2 روزه نیومده، نکنه رفته؟ میخوای برو بپرس. فکر خوبیه. وایسا ببینم. انگار خاطره خاصی با این لباس دارین. چشم ازش بر نمیدارین. وقتی بهش پیشنهاد ازدواج دادم این لباس رو پوشیده بود. ای وای، چه لباسی هم انتخاب کردم. ببخشید، نمیخواستم ناراحت شین. نه خواهش میکنم، ناراحت نشین. به شما هم خیلی میاد. فقط یاد روزای خوبم با پینار افتادم. به فرشاد چی گفتی؟ گفتم با دوستمم. من دوستتم؟ نیستی؟ اینجوری نگام نکن. دستتو بکش افراز. وقتی اینجوری میکنی بیشتر میخوامت. چرت نگو افراز، الان یکی میبینه. جانان فرشاد، تو اینجا چی کار میکنی؟ تو بگو اینجا چی کار میکنی؟ مگه نگفتی میری پیش دوستت ها؟ بله، با دوستم شام میخورم. فرشاد بی خودی درد سر درست نکن. باشه فرشاد. لیلا خانم، عجب تصادفی. البته اگه تصادفی باشه. ببخشید، شما؟ میشناسمتون؟ هنوز نه. کمیسر ارشد جرایم عمدی افراز هستم. خوشبختم آقا افراز. بدجور مچتونو گرفتن. این برای شما هم صدق میکنه. اون سنه چی کار داشتیم؟ مثل آدم میخواستیم شام بخوریم. خب ما چی کار میکردیم؟ این رفتار چه معنی داشت؟ آبرو ریزی شد. فرشاد متوجه نیستی؟ این دختر اولش الیف و گول زد، حالا هم تو رو. لطفاً یکم عاقل باش. به هم دروغ گفتی. چرت نگو. گفتم با دوستمم. باهاش رابطه داری ها؟ مزخرف گفتم نگو. باهاش رابطه داری؟ جواب بده. نگهدار وایسا. هی
باش رابطه داری؟ نگهدار. حماقت نکن. من که بطمن نیستم، میگم نگهدار. برو به جهنم. باشه خوش تیپه، اما نمیفهمم چرا داری بزرگش میکنی. آبرو اون رفت. نمیدونم جیدا، ولی صبح که بیدار میشم با خودم میگم کاش شب بشه بیام اینجا و ببینمش. منم نمیفهمم چیم شده. نکنه عاشقش شدی؟ ببخشید. بفرمایید. یکی به اسم یوسف اینجا بود، کار نمیکنه. چرا؟ چند روز مرخصیه. کاری از دست من برمیاد؟ من عینکمو گم کردم، شاید پیش اونه. شما شماره‌شو داری؟ بله. تو هم کم زرنگ نیستی یا؟ جانا، دختر عزیزم، از روز تولدت تا امروز منتظر رسیدن به تو هم، برای اینکه بگم من مادرتم. برگشتم دخترم، به خاطر تو برگشتم. همش منتظرم، اما باید صبر کنم. همین که دوباره بغلت کردم و بوسیدمت فعلا برام کافیه. دختر خوشگلم، یه روزی این روزایی بعد تموم میشه. بازم بغلت میکنم و میگم دخترم. اما اول باید بابات و جانان تقاضا کارشونو پس بدن. بابات جانانو ترک میکنه و میاد سمت من، زانو میزنه و به هم میگه عاشقتم. اون وقت جلوش میستم و میگم من پینارم. بعدش تو رو برمیدارم و از اینجا میریم. دیگه هم ازت جدا نمیشم. دخترم یکم دیگه صبر کن، چیزی نمونده که به هم برسیم. متاسفم، مجبور شدم یهویی بذارم برم. لطفاً ببخشید. منم خیلی ناراحت شدم از اینکه من باعث شدم همدیگر رو ببینین حس بدی پیدا کردم. آقای دادستان، برای آخرین بار یادآوری میکنم این کارتون خیلی اشتباهه. ادله کافی برای نبش قبل ندارین. داریم آقا چاقداش، فقط شاکی خواسته دلایل مخفی بمونه. خب حق من و موکلم نیست که اینو بدونیم؟ آقای دادستان، دیگه میتونیم همه چی رو باشون در میون بذاریم. شروع کنیم. بفرمایید لطفا. بابا جونم، خیلی متاسفم که این بلا رو سرت میارم. پسرم حاضر نشدی؟ مدرسه دیر میشه. امروز نمیخوام برم. یعنی چی امروز نمیخوام برم؟ اینجوری نکن، تو باید درس بخونی و موفق بشی. دلم نمیخواد. وارول پاشو مادر، اذیتم نکن دیگه. گفتم نمیخوام برم، چرا متوجه نمیشی؟ این چه طرز حرف زدن با مادرته؟ سر صبح اعصابمو خورد نکن. زود باش، برو حاضر شو، زود باش. دخترم چرا داد میزنی؟ اگه نمیخواد بذار امروز نره. مامان شما دخالت نکنین، شما بهش رو دادین، خیلی پر رو شده، حرف گوش نمیده. زود باش، پاشو برو لباساتو بپوش. ولم کن.
باشه ولت میکنه. هر کاری میخوای بکن. اما اگه پاتو از این در بذاری بیرون، اون موقع نشونت میدم. کیه؟ جانانه. الو لیلا خانم. سلام، من جانانم، نامزد آقا فرشاد. لیلا خانم جون، امروز اگه وقت دارین با هم قهوه بخوریم، یکم هم با هم دیگه گپ بزنیم. حتما، خوشحال میشم. خیلی ممنونم. میبینمتون. خدا نگهدار. بدجنس پیدا شد. فکر میکنه میتونه با دوستی منو رو انگشتش بچرخونه، کاری که سالها پیش با پینار کرد. خوش اومدین لیلا خانم. چطورین؟ خوبم، شما چطورین؟ ممنونم. بفرمایید. براتون چی سفارش بدم؟ ممنونم، چیزی نمیخورم، زیاد وقت ندارم. بفرمایین، چی میخواستین بگین؟ در مورد برخورد فرشاد با شما. چون پینار از شما چیزی به ما نگفته بود. به نظرتون خواهرم چرا منو مخفی کرد؟ چرا به شوهرش چیزی نگفته؟ نمیدونم. یعنی به فرشاد اعتماد نداشته؟ فکر نکنم. اونا عاشق هم بودن، با عشق ازدواج کردن. درسته، عاشق بودن. آره. ببینین جانان خانم، حالا که شما با من رو راست هستین، میخوام باهاتون رو حرف بزنم. لطفاً. تنها خواسته ای من دیدن خواهرزادمه. حتما، این حق طبیعی شماست. بالاخره شما خاله‌شین. هر کاری از دستم بر بیاد میکنم، باور کنین. چقدر شما خوبی. راستی خیلی شیک میپوشین. این رنگا به پینارم خیلی میامد. خیلی ممنونم. مثل لباسای پیناره. آره. آره. بذارین رنگ مورد علاقتون رو حدس بزنم. مشکی. از کجا فهمیدین؟ اینقدر تعجب نکنین. خواهرم خیلی ازتون تعریف میکرد. من بدون دیدن شما میشناسمتون. شما قابل اعتماد ترین دوستش بودین. به هم گفته بود آدم صادقی هستین. میگفت یکم پرشر و شوره، اما هیچ وقت زیر پامو خالی نمیکنه. که اینطور. پینار تنها دوست من بود. خیلی دوستش داشتم. گفتین دوستش داشتین؟ طوری حرف میزنید انگار پینار مرده. شاید زنده باشه. کاشکی. اگه همچین چیزی بود واقعا خوشحال میشدم. فکر کنم حرف همدیگر رو میفهمیم. مثل پینار بهترین دوست منم میشی. اما باید از یه جایی شروع کنیم. میشه کتابی با هم حرف نزنیم؟ آره چرا که نه. منم مثل شما فکر میکنم. یعنی منظورم مثل تو.